استرس از بیرون نمی آید. وقتی نتوانی خودت باشی، از درونت فوران می کند. در جهانی پر از بایدها ما یاد گرفته ایم خود واقعیمان را پنهان کنیم. یاد گرفته ایم نگوییم چه چیزی ناراحتمان کرده، چه چیزی به ما فشار آورده. اما بدن ما هیچ چیز را فراموش نمی کند. در فصل 3 گابور ماته به ما می گوید استرس تنها اتفاقی بیرونی نیست. استرس یعنی فاصله گرفتن از خودت. وقتی نمیدونی چه احساسی داری یا وقتی نمیتونی اونو بیان کنی، وقتی به جای نه لبخند میزنی، وقتی مرز نداری چون همیشه ترسیده ای از دست بروی، بدنت جای تو میجنگد. او فریاد میزند به جای تو. در قالب سردردها، خستگیها، بیماریها. شایستگی احساسی یعنی قدرت واقعی، یعنی اینکه احساساتت را بشناسی، بپذیری و با صدای بلند زندگیشان کنی. یعنی بدنت را از بار رنج‌های ناگفته آزاد کنی. در مسیر رشد لازم نیست قوی تر شوی، فقط کافی صادق تر باشی. با ذهن طلایی مهنوش خودت را بشناس، احساساتت را زندگی کن و بگذار بدنت آرام بگیرد.